آموزش زبان انگلیسی در 90 روز درس 29. با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. رسیدیم به درس 29. در این درس هم طبق معمول به شما لغت‌ها و فعل‌های جدیدی یاد داده خواهد شد. سعی کنین اونا رو خوب به ذهنتون بسپارین و به طرز استفادهش در جملات خوب توجه کنین. به این قسمت خوب توجه کنین. ساعت 5 بعد از ظهر. 5 o'clock in the afternoon. خیلی متشکرم. Thank you very much. آیا این راه لس آنجلسه؟ Is this the way to Los Angeles? این راه به سان فرانسیسکو میره. This way goes to San Francisco. میره به سان فرانسیسکو. It goes to San Francisco. برو به چپ یا سمت چپ. Go to the left. برو به راست یا سمت راست. Go to the right. سمت چپه. It's to the left. سمت راسته. It's to the right. فقط یه چند مایله. It's only a few miles. من اونجا فقط یه چند تایی رفیق دارم. I only have a few friends there. اون درسته یا صحیحه. That's right. سلام منو به خانوادت برسون. Say hi to your family for me. به جملات زیر خوب دقت کنین. چه فرمایشی دارید؟ What can I do for you? این کتاب چنده؟ How much is this book? 19 دلاره. It's $19. آیا مایلید بخریدش؟ Would you like to buy it? جواب مثبت کوتاه. Yes, I would. اون خیلی واسم گرونه. That's too expensive for me. پول کافی همراهم ندارم. I don't have enough money with me. میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ Can I ask you a question? حتماً. Sure. آیا ماشین تو امروز لازم داری؟ Do you need your car today? جواب منفی کوتاه. No, I don't. من باید برم به کرج. I have to go to Karaj. میتونم قرضش کنم؟ Can I borrow it? آره میتونی برش داری. Yes, you can take it. کیف پولم کجاست؟ Where's my wallet? نمیتونم پیداش کنم. I can't find it. کجا داری میری؟ Where are you going? دارم میرم خاربار فروشی. I'm going to the grocery store. آیا میتونی مقداری شیر بخری؟ Can you buy some milk? دیگه شیر نداریم. We don't have milk anymore. حتماً. Sure. آیا برنج هم احتیاج داریم؟ Do we need rice too? نه، برنج داریم. No, we have rice. کجا کار میکنی؟ Where do you work? در پاساژ کار میکنم. I work at the mall. شوهرت کجاست؟ Where's your husband? سر کاره. He's at work. آیا پاساژ بازه؟ Is the mall open? نه، بسته است. No, it's closed. ساعت چند باز میکنن؟ At what time do they open? ساعت 9 صبح. At 9 o'clock in the morning. پاساژ 9 میبنده. The mall closes at 9. پاساژا 9 میبندن. The malls close at 9. ببخشید خانم،
ساعت چند میبندید؟ Excuse me, miss. What time do you close? 6 میبندیم. We close at 6. ساعت 6 میبندیم. We close at 6 o'clock. و ساعت چند فردا باز میکنید؟ And what time do you open tomorrow? 9 باز میکنیم. We open at 9. به این قسمت خوب توجه کنین. صبح بخیر. Good morning. بعد از ظهر بخیر. Good afternoon. ساعت 5 صبح. 5 o'clock in the morning. ساعت 5 بعد از ظهر. 5 o'clock in the afternoon. دلم میخواد با شوهرتون صحبت کنم. I'd like to speak to your husband. میتونم بپرسم شما کی هستید؟ Can I ask who you are? حتما. من جیمزم. Sure, I'm James. سلام جیمز. از ملاقاتتون خوشبختم. Hello, James. Nice to meet you. منم از ملاقاتتون خوشبختم. Nice to meet you too. متاسفم. منزل نیست. I'm sorry, he's not home. میدونید کجا میتونم پیداش کنم؟ Do you know where I can find him? نه. نمیدونم کجاست. No, I don't know where he is. باشه پس. All right then. خیلی متشکرم. Thank you very much. ببخشید. رستوران ایرانی کجاست؟ Excuse me, where's the Persian restaurant? مستقیم برید. Go straight ahead. و بعد بپیچید راست. And then turn right. واسه 3 مایل برید. Go for 3 miles. رستوران ایرانی سمت چپتونه. The Persian restaurant is on your left. خیلی متشکرم. Thank you very much. خواهش میکنم. You're welcome. مستقیم برو. Go straight ahead. برو به چپ. Go to the left. چپ. Left. راست. Right. برو به راست. Go to the right. سمت چپه. It's to the left. سمت راسته. It's to the right. دست راستتونه. It's on your right. سمت چپتونه. It's on your left. ببخشید. لس آنجلس کدوم طرفه؟ Excuse me. Which way is Los Angeles? سمت چپه. It's to the left. آیا میتونم مستقیم برم؟ Can I go straight ahead? به هم بگید راه مستقیم به لس آنجلس نمیره. Tell me straight ahead doesn't go to Los Angeles. میره به سان فرانسیسکو. It goes to San Francisco. کدوم؟ Which? کدوم طرف؟ یا کدوم راه؟ Which way? راه. Way. آیا این راه ونکووره؟ Is this the way to Vancouver? نه، این راه تورنتوه. No, this is the way to Toronto. این راه.
This way. این راه میره به تورنتو. This way goes to Toronto. آیا این راه نیویورکه؟ Is this the way to New York? آره، این راه نیویورکه. Yes, this is the way to New York. آیا نیویورک از اینجا خیلی دوره؟ Is New York very far from here? جواب منفی کوتاه. No, it isn't. جواب مثبت کوتاه. Yes, it is. فقط یه چند مایله. It's only a few miles. یه چند مایل. A few miles. یه چند کیلومتر. A few kilometers. نیویورک چقدر دوره؟ How far is New York? فقط یه چند مایله. It's only a few miles. فقط یه چند مایلی. Only a few miles. فقط یه چند دلاری. Only a few dollars. پول داری؟ Do you have any money? فقط یه چند دلاری. Only a few dollars. یه چند دلاری. A few dollars. یه چند تای رفیق. A few friends. آیا هیچ دوستایی تو نیویورک داری؟ Do you have any friends in New York? خیلی نه. Not a lot. اونجا فقط یه چند تای رفیق دارم. I only have a few friends there. ولی اونا دوستای خیلی خوبی اند. But they're very good friends. نمیتونم خیابون هالیوود رو پیدا کنم. I can't find a Hollywood street. آیا این راه خیابون هالیووده؟ Is this the way to Hollywood? جواب مثبت کوتاه. Yes, it is. شوهرتون کجا کار میکنه؟ Where does your husband work? تو کانادا کار میکنه. He works in Canada. اونجا چی کار میکنه؟ What does he do there? پمپ بنزین داره. He has a gas station. آیا پسرتون هم اونجا کار میکنه؟ Does your son work there too? نه، اون اینجا تو لس آنجلس کار میکنه. No, he works here in Los Angeles. اون خیلی کار میکنه. He works a lot. من اونو هر روز نمیبینم. I don't see him every day. یه عالمه خاربار فروشی ایرانی اینجا هستند. There are a lot of Persian grocery stores here. شما خاربار فروشی رو از اینجا میبینین؟ Do you see the store over there? نه، نمیتونم ببینمش. No, I can't see it. اونها اونجان. Over there? آره، حالا میبینمش. Yes, I see it now. اون مغازه ایرانی است. That's the Persian store. ولی فکر کنم الان بسته است. But I think it's closed now. آیا خیال داری سارا رو فردا ببینی؟ Are you going to see Sarah tomorrow? آره، چطور مگه؟ Yes, why? بهش بگو. Tell her. میتونم ماشین تو بردارم؟ Can I take your car? نه، ماشینمو امروز لازم دارم. No, I need my car today. سارا اهل ایران نیست. Sarah is not from Iran. اون درسته یا صحیحه. That's right.
سارا اهل کانادا است. Sarah's from Canada. درسته. اون اهل کانادا است. That's right, she's from Canada. آیا اون درسته؟ Is that right? من $200 بهت بدهکارم. آیا درسته؟ I owe you $200, is that right? فکر نمی کنم اون درسته. I don't think that's right. چرا؟ Why? چون فقط $180 بهم بدهکاری. Because you only owe me $180. کی خیال داری خانوادتو ببینی؟ When are you going to see your family? فردا. Tomorrow. سلام منو به خانوادت برسون. یه سلام خودمونی. Say hi to your family for me? به شوهرت سلام منو برسون. Say hi to your husband for me. دوستان عزیز، رسیدیم به بخش مکالمه. طبق معمول سعی کنین اینجا رو با یکی از دوستاتون چند بار تکرار کنین. صبح بخیر. Good morning. صبح بخیر. امروز قصد داری چی کار کنی؟ Good morning. What are you going to do today? خیال دارم یه چند تایی از دوستامو ببینم. تو چطور؟ قصد داری چی کار کنی؟ I'm going to see a few friends, and you? What are you going to do? من دارم میرم تگزاس. I'm going to Texas. چرا به تگزاس؟ Why to Texas? چون خانواده‌م اونجا زندگی میکنن. Because my family lives there. آیا خانوادت میدونن که تو داری میری اونجا؟ Does your family know you're going there? فکر کنم. I think so. تگزاس از اینجا خیلی دوره. Texas is very far from here. درسته، یه چند صد مایلی هست. That's right. It's a few hundred miles. اوکی، پس سلام منو به خانوادت برسون. Okay, then say hi to your family for me. مرسی، بای. Thanks. Goodbye. بای. Goodbye. صبح بخیر. Good morning. صبح بخیر. امروز قصد داری چی کار کنی؟ Good morning. What are you going to do today? خیال دارم یه چند تایی از دوستامو ببینم. تو چطور؟ قصد داری چی کار کنی؟ I'm going to see a few friends, and you? What are you going to do? من دارم میرم تگزاس. I'm going to Texas. چرا به تگزاس؟ Why to Texas? چون خانواده‌م اونجا زندگی میکنن. Because my family lives there. آیا خانوادت میدونن که تو داری میری اونجا؟ Does your family know you're going there? فکر کنم. I think so. تگزاس از اینجا خیلی دوره. Texas is very far from here. درسته، یه چند صد مایلی هست. That's right. It's a few hundred miles. اوکی، پس سلام منو به خانوادت برسون. Okay, then say hi to your family for me. مرسی، بای. Thanks. Goodbye. بای. Goodbye. به این جملات خوب دقت کنین. آیا این راه پاساژه؟ Is this the way to the mall? جواب منفی کوتاه. No, it's not. من نمیتونم راه لندن رو پیدا کنم. I can't find the way to London. چرا نه؟ Why not? نمیدونم. I don't know. میخوای تو لندن چی کار کنی؟ What do you want to do in London? میخوام پسرمو ببینم. I want to see my son. اون اونجا کار میکنه. He works there. اون الان کجاست؟
Where is he now? آیا منزله؟ Is he at home? نه، سر کاره. No, he's at work. من میتونم بهت بگم لندن کدوم طرفه. I can tell you which way London is. برو به راست Go to the right و بعد مستقیم برو. and then go straight ahead. واسه 5 کیلومتر. For 5 kilometers. خیلی متشکرم. Thank you very much. دوستان عزیز، به این لغات خوب دقت کنین و سعی کنین اونا رو خوب به ذهنتون بسپارین. Thank you. Thank you. Thank you very much. Way. Way. This way. That way. The way to London. This way goes to London. A few. A few dollars. A few friends. A few kilometers. Right. That's right. Thank you. Thank you. Thank you very much. Way. Way. This way. That way. The way to London. This way goes to London. A few. A few dollars. A few friends. A few kilometers. Right. That's right. به این جملات خوب توجه کنین. پاساژ الان بسته است. The mall is closed now. ولی من فکر می کنم اونا الان بازن. But I think they're open now. یه چند تا دوست. A few friends. یه چند تا فروشگاه ایرانی. A few Persian stores. اینجا فقط یه چند تایی فروشگاه ایرانی هستن. There are only a few Persian stores here. درسته. That's right. آیا شما اینجا کار می کنید؟ Do you work here? بله. چه فرمایشی دارید؟ Yes, what can I do for you? آیا شیراز از اینجا خیلی دوره؟ Is Shiraz very far from here? جواب مثبت کوتاه. Yes, it is. جواب منفی کوتاه. No, it's not. دوستان عزیز، رسیدیم به درس 29. از اینکه تا پایان این درسم مثل همیشه ما رو همراهی کردین خیلی ممنون. تا درس بعدی، خدا نگهدارتون.